در جمهوری خلقی چین همسایه بزرگ تاجیکستان انجمن 19 حزب کمونیست ادامه دارد که زمام قدرت در آن کشور در دستش است. در این انجمن سمت سیاست چین برای 5 سال دیگر تعیین می شود. قبل برنامه تا سال 2020 به درجه میان حال رسانیدن نصف اهالی کشور یکی از نتیجه های 2 روز کاری انجمن بوده است. چین با 1.3 میلیارد اهالیش عظیمترین اقتصاد جهانی به شمار می رود. تشبث یک کمربند یک راه چین که آسیای مرکزی و تاجیکستان یک بخش آن است، سرمایه‌گذاری در ساختمان راه‌های اتومبیلگرد و راه‌های آهن را در کشورهای همسردش در نظر دارد. در دایره این تشبث چین در تاجیکستان برای ساختمان راه دوشنبه چناق که مرکز تاجیکستان را با شمال و ساختمان راه آهنی وحدت یاوان که قسمت راه آهنی مرکز را با جنوب می‌پیوندد به تاجیکستان قرضی با امتیاز داد. در این زمینه پرویز دولتزاده سفیر تاجیکستان در چین در یک مصاحبه‌اش با نشریه دولتی ژنمین ژیبائو در آستانه شروع انجمن حزب کمونیست گفته است در آرزوی چینی ما هم راه رشد کشور خود را می‌بینیم. دولتزاده گفته است روشن است که تاجیکستان و چین تقدیر و هدف‌های یگانه دارند. اما تحلیلگران امور سیاسی میگویند هدف‌های چین به فرق از برنامه‌های کشورهای آسیای میانه برای دراز مدت تهیه می‌شود و در نهایت اکسپانسیون اقتصادی و فرهنگی کشورهای منطقه را به دنبال دارد. میرحت شریف جان تحلیلگر مسائل سیاسی منطقه آسیای میانه در رادیو آزادی گفت منفعت‌های تاجیکستان با چین در کوتاه مدت می‌تواند با هم بیایند، اما این به معنای نیست که در دراز مدت منفعت‌های کشور با هم سازگار آمده این کشورها به اصطلاح در یک قایق حرکت خواهند کرد. این تحلیلگر میگوید با شروع طرح‌های نو در کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان، چین شرکت‌ها، متخصصان و حتی آشپزهای خود را نیز می‌فرستد و با این راه مشکلی از حد زیاد بودن اهالیش را حل می‌کند. از این نقطه نظر به گفته این همصحبت ما چین دائما برای کشورهای آسیای میانه سرچشمه نیروی کاری ارزان و مهاجران خواهد بود که هیچگاه به فرهنگ محلی آموزش نمی‌یابند و در قلمروهای دیگر جامعه‌های خود را بنیاد می‌کنند که صرف چینایی است. تحلیلگران میگویند همکاری نزدیک با چین در نظر مقامات کشورهای به مثل تاجیکستان از آن جهت راحت و امن است که این کشور به امور سیاسی شریکانش دخالت نمی‌کند، به روندهای دموکراسی و وضع حقوق بشر این کشورها ایراد نمی‌گیرد و به اصلاح وضع دعوت نمی‌کند.